این فکر کردی که چرا بعضیا هر جا میرن همه دوستشون دارن؟ نه پولدارترن نه خوشگلتر. فقط یه چیزی دارن که بقیه ندارن. احترام گذاشتن بدون اینکه مجبور باشن تظاهر کنن. امروز میخوام یه چیزی بگم که اگه جدی بگیری کل زندگیت، روابطت از خانواده تا دوست و مدرسه و کار گرفته همه به کلی عوض میشه. پس تا آخر ویدیو حتما همراه من باش و با دقت به حرفام گوش کن. احترام گذاشتن شاید ساده به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که بیشتر مشکلات زندگی از بی احترامی شروع میشه. چه وقتی که حرفمون قطع میشه، چه وقتی که کسی تحقیرمون میکنه و چه وقتی که طرف مقابل رو آدم حساب نمیکنن. ولی احترام یه نکته خیلی مهم داره. تو با احترام گذاشتن اول خودتو بزرگ میکنی، بعد طرف مقابل رو. اما احترام واقعا چیه؟ بذار ساده بگم. احترام یعنی قبل از حرف زدن فکر کردن، شنیدن قبل از جواب دادن و دیدن قبل از قضاوت کردن و فهمیدن اینکه آدم ها مثل هم نیستن ولی ارزش دارن. احترام یعنی نگیم که تو نمیفهمی، بلکه بگیم بذار بهتر توضیح بدم. احترام یعنی وقتی عصبانی هستی نبری، بلکه یه لحظه وایسی و نفس بکشی. حالا چرا بعضیا احترام نمیذارن؟ بی احترامی معمولاً از دو چیز میاد. یک، کمبود اعتماد به نفس. وقتی کسی از درون حس کوچیکی میکنه، میاد دیگران رو کوچیک میکنه تا خودش بزرگتر دیده بشه. دو، عادتهای غلط. مثلا توی محیطی بزرگ شده که داد زدن و توهین کردن عادی بوده. این طرف فکر میکنه خیلی طبیعیه، ولی تو میتونی این چرخه رو به کلی قطع کنی. اصلا احترام گذاشتن چطوری آدم رو جذاب میکنه؟ آدم محترم جذاب چون باهاش میشه راحت حرف زد، آدم کنارش احساس امنیت میکنه، حرفش ارزش داره و پشت حرفاش جنگ نیست بلکه آرامشه. تو لازم نیست کاری کنی مردم ازت بترسن. کافیه کاری کنی که بهت تکیه کنن و تکیه کردن فقط با احترام ممکنه. اما احترام گذاشتن از کجا شروع میشه؟ یک، از لحن حرف زدن. تو میتونی همون جمله رو با دو لحن بگی. به جای اینکه بگی چرا اینقدر دیر کردی، بگو کاش زودتر می اومدی، نگرانت شدم. دو، از بدن و حالت چهره. حرکت چشم، ابرو، دست همه پیام میدن. سه، از گوش دادن واقعی. اگه گوشی دستته چطوری میخوای احترام بدی؟ چهار، از مرز گذاشتن محترمانه. احترام یعنی نگفتنم بلد باشی. و اما 5 عادت برای تبدیل شدن به یه آدم محترم. 1. کمتر حرف بقیه رو قطع کن. مردم عاشق کسی هستن که واقعا گوش بده. 2. جلوی جمع تحقیر نکن. اگه نقد داری خصوصی بگو. 3. لطف کن اما توقع نداشته باش. احترام واقعی با منت گذاشتن خراب میشه. 4. وقتی اشتباه کردی بگو حق با تو بود. این جمله آدمو پادشاه میکنه. 5. پشت سر دیگران حرف نزن. کسی که پشت سر حرف میزنه جلوت هم حرف میزنه. احترام گذاشتن به خودت مساویه با احترام از بقیه. وقتی تو برای خودت ارزش قائل میشی بهتر حرف میزنی، بهتر انتخاب میکنی، بهتر نمیگی و بهتر رابطه میسازی. اگه همیشه به خودت بی احترامی میکنی، خواب کم، غذای بد، دوستان اشتباه، رابطه های مسموم، بقیه هم همین رفتار رو باهات میکنن. تو الگوی رفتاری دیگرانی. پس اگه بخوام همه رو توی یه جمله بگم، احترام گذاشتن یعنی این که بفهمی آدم ها با تو فرق دارن ولی ارزششون کمتر نیست. اگه دنبال اینی که رابطه هات بهتر بشه، اگه میخوای جذابیت واقعی بسازی و اگه میخوای آدم ها پیشت احساس آرامش کنن، از همین امروز احترام گذاشتن رو تبدیل کن به سبک زندگیت. اگه دوست داشتی از این مدل ویدیوهای توسعه فردی بیشتر ببینی، حتما کانال من رو سابسکرایب کن، چون قراره چیزهایی بگم که واقعا میتونه مسیر زندگی تو عوض کنه. ممنون از این که همراه من بودی و تا یه ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.